Hey guys, it's Vinny and you're watching his YouTube channel. Let's go. امروز برگشتیم با پارت 3 بلایند دیت یا همون دیت ناشناس با سوژه‌های متفاوت. میخوام ازشون که خودشون رو معرفی کنن. یه معرفی خیلی کوچیک. اول از همه از خانم‌ها شروع میکنیم. بفرمایید. سلام، ستاره هستم، میکاپ آرتیست. سلام، مرام هستم. تحصیلاتم هم بگم، بعد کارم هم بگم یا بس همینقدر؟ حرفه کاری و تحصیلاتون هم بگید. من دکترای مهندسی نفت دارم. کار اصلیم مربوط به درسمه، ولی یه ذره از این کارهای بلاگری و مدلینگ و اینا هم انجام میدم. درسته. ستاره رشته تحصیلتون رو میگی؟ رشته تحصیلم خیلی غیر مرتبطه. مهندسی بهداشت حرفه‌ای. آره اصلا ارتباطی به کارم نداره. متولد چه ماهی هستی؟ شهریور. جدی؟ بچه من نمیدونستم اینو. واقعا نمیدونستی؟ نه. ویژگی شهریور ماهی ها رو بهم میگید؟ بذار ببینیم چند شهریوریم. بگم چند شهریور؟ 8 شهریور. شت، من 7 شهریور. خب جالب شد. ببین یه ذره زود رنجن، زود دلخور میشن. خب ولی کلا آدمای مهربونی هن. بعد تو بیان احساساتشون یه ذره مشکل دارن، یعنی کلامی نمیتونن بگن. اوکی؟ ولی در کل آدمای بی‌ضرری هن. یعنی هر دوتون من مثلا مظلومید دیگه؟ مظلوم نه، ولی بی‌ضرر. درست. من میتونم تایید کنم فقط. تایید میکنم. آره. تایپ شخصیتیتون از نظر اینکه برونگرایید یا درونگرا میشه بهم بگی ستاره؟ میانگرایی. با درونگراها برونگرام، با برونگراها درونگرام. الان این اسمش میشه میانگرا؟ آخه مثلا منم هر آدمی تو وقتی خودش تنهاست همش درونگراست دیگه. نه. ولی وقتی مثلا با دوستاشه خب یه ذره اوکی تره، یه ذره برونگرا میشه، یه ذره حرف میزنه، یه ذره شادتره، فانتره. خودت الان چه تایپ شخصیتی؟ ولی کلا درونگرا. کلا درونگرا. آره، خیلی فکریم. به همه چی فکر میکنم. خیلی. اصلا خوب نیست. برای اینکه یه ذره راحت‌تر باشید میریم سفارش غذا رو که بیاریم، ولی خب بذارید اول من چیز کنم دوباره اینجا رو ادیتور اگه میشه توضیحات منو بذار، چون که خیلی پارت قبلی رو ندیدم. خب 3 2 1 مثل پارت قبلی از دوتا سوژه‌های محترم خواستم که برای همدیگه غذا سفارش بدن به انتخاب و تیست خودشون. الان میخوایم بریم ببینیم که برای همدیگه چی سفارش دادن. بفرمایید. مرسی. خب از اینجا باید انتخاب کنم؟ نه. خب. من میخوام یه غذایی که خودم خیلی الان دوست دارم رو انتخاب کنم که یا خیلی دوست داره یا اصلا دوستش نخواهد داشت. من سوشی انتخاب میکنم. واسه نوشیدنی هم آب. سوشی و آب. بله، سوشی با آب. سوشی. خب نهار. البته انتخاب من کلا یه جوریه که بیشتر برای شام مناسبه، ولی حالا باز من ترجیحم این بود که سوشی انتخاب کنم. سوشی؟ بله. نوعش اینگرید رول باشه و اینکه حتی المقدور میگوش تمپورا باشه، سرخ شده باشه بهتره، خام نباشه، پخته شده باشه. و اینکه برای نوشیدنی هم جینجر لیموناد. باز نکنیم؟ نه بدبختمون کردیم نیم ساعت. ببخشید. 3 2 1 جابجا نذاشتیم؟ داره عجیب میشه کم کم. آره خیلی شبیه هم بچه، من دیگه نمیتونم. خب ازتون میخوام بپرسم که نظرتون راجع به سفارشی که دریافت کردید چیه ستاره؟ خوشحالم چون چیزی که دوست داشتم سفارش دادم، الان چیزی که دوست داشتم رو دارم. جدی؟ آره خوشحالم. تو چی من؟ جالب بود.
شمع برای چی؟ نه ولی باحال بود اینکه یه غذای مشترک اونم این چیز عجیبی بود. آره اینکه از این همه آیتم تونستید مغز همدیگه رو بخونید و من اینطوری بودم ها چی واقعا دوتاشون یه چیزو گفتم ولی خب نوشیدنی ها فرق میکردش. ستاره آب سفارش داد ولی مرام جینجر لیموناد فکر کنم سفارش داده بودی. چرا نمیخوری؟ ما بخوریم الان حتما؟ آره نه حتمی نیست شاید خب بخور. اینا میشه یکی برام ستاره راجع لبت خراب نمیشه؟ با سوشی نمیشه. از یه جا گرفتیم؟ آره چطور؟ کاراتون راحت بوده دیگه. عجب آدمی. خط قرمزاتون توی رابطه یا همون رد فلگ چیه؟ ببین خب رد فلگ دروغ گفتن، چه میدونم خیانت کردن، سر کار گذاشتن. به جز همه اینا به نظرم آدمی که نارسیسیسته، فکر میکنه که خودش مرکز جهانه، نسبت به بقیه آدما ترحم نداره، با آدمایی که پایین دست خودشن حالا به هر دلیلی بی‌ادبی میکنه و یه چیز دیگه آدمی که هوموفوبیکه به نظر من. نظر چیه؟ قشنگ بود. موافقی باش؟ آره موافقم باش. طرف چی کار کنه توی قرار اول شما کنسلش میکنید؟ ما بذار یه چیز رو مشخص کنیم. شما هر سوالی میپرسی اول لیدیز فرسته بعد من جاهل. تو مجبور نشی ما دوتا رو نگاه کنی ببین کی میخواد جواب بده. آره اوکی. مثلا من اینجوریم که خب با یه آدمی وقتی صمیمی نیستی نباید باهاش شوخی کنی، باید مثلا اون تایمه بگذره به خودت اجازه، یعنی نباید به خودت اجازه بدی همون اولش با طرف هر نوع شوخی بکنی. به این چیزا خیلی اهمیت میدم. درسته. پرحرفی بیخود، توضیح دادن راجع به چیزایی که اصلا ربطی به اون دیت نداره. خیلی هم به نظرم خوب نیست. آدما عادت کردن که مثلا تو دیت اول شروع میکنن سریع از گذشته زندگیشون توضیح دادن و اینا. این به نظرم خیلی تو دیت اول چیز جذابی نیست. شاید اون آدم خودش دلش بخواد یه ذره تو رو در ادامه کشفت کنه، شاید اصلا نخواد یه چیزایی رو کلا راجع به تو بدونه که همه چیو همون اول میاد میگه. آره به نظر زیاد باعث 100%. چه چیزی باعث میشه که یک پارتنر بد باشید؟ من بگم همه چی میتونن باشن، بستگی به شرایط داره. بنظرم همه آدما همه صفات‌های بدو دارن، فقط نسبت به شرایط اون ممکنه نشون داده بشه. خب یه اخلاق بدی که دارم مثلا خیلی وقتا راجع به چیزی که ناراحتم میکنه صحبت نمیکنم، بعد اینا همه رو هم جمع میشه یه جا خیلی بد نشون میده و طرف مثلا تعجب میکنه از این ریاکشن زیاد نسبت به یه رفتار خیلی عادی، در صورتی که مثلا 1000 تا رفتار اشتباه بوده کنار هم که اینو نشون داده. یکیش این میتونه باشه. نظری نداری؟ نظرم درست میگه، موافقم باش. چرا؟ مشکلم اساسی هم مثلا همینه. یعنی ما یهو میمونه اینجوری جمع میشه سر یه چیزی ممکنه یهو مثلا بپری به طرف مقابلت یا مثلا دعواش کنی، بعد اونم خیلی بخوره تو ذوقش که بگه چرا مثلا سر یه همچین چیز کوچولویی این انقدر اومده من دعوا کرده. ولی خب این یه بکاپ خیلی بزرگی پشتش هست. آره. من الان برنامه‌های زندگیم یه جوریه که مثلا میرسم ساعت 10 شب مثلا برم مثلا ببینمش یا بخوایم بریم رستوران. ولی اون ممکنه که مثلا دوست داشته باشه زودتر بریم، از 9 بریم. ولی من مثلا یه جورایی غالب میکنم که حتما همین 10 بریم و اینکه اگر اون موافقت نکنه مثلا یه زن چرا دیگه دل کن آلفا. درست میگم؟ این بده. نه خب این دوست داری که حرف بیشتر حرف تو باشه تو بعضی از جاها، ولی با مشورت. آره نه اینجوری که نه اینکه فورس باشه، زور باشه. نه آره. یه چیزی میشه من بگم راجبه ما هم حرف بزنید. راجبه این میخوام صحبت کنیم که دوست جنس مخالف آیا رد فلگ هست یا نه؟ آخه نمیشه اصولا آدم وقتی یه چیزی رو برای خودش داره نمیشه طرف مقابلش رو محکوم کنه. یعنی تو وقتی خودت مثلا من اگر دوست دختر معمولی داشته باشم نمیتونم از تو انتظار داشته باشم که مثلا تو نداشته باشی. یه چیزی یه طرفه که نمیشه، اصلا درست نیست.
ولی اصولا برای اینکه تجربه کردم که ممکنه در طول مدت رابطه یه احساس ناخوشایندی به وجود بیاره این داستان، یعنی همین که تو فکر کنی مثلا دوست دخترت فکر کنی که الان فلان دوست دختر دوست پسرم زنگ زده بهش داره صحبت میکنه، این براش کلا ناخوشاینده. من سعی میکنم که اگرم دوست دختر معمولی دارم بهش بگم که من الان تو رابطم، کمتر زنگ بزن، کمتر معاشرت کنیم، مثلا اگرم خواستیم معاشرت کنیم تایم هایی باشه که دوست دخترم هم باشه، میدونی که اون خیلی استکاک الکی ایجاد نشه، چون ممکنه برعکسش رو مخ خودم هم بره. مثلا اینو گفتم به خاطر اینکه بیشتر دوستای من پسرم و با پسر راحت‌ترم و کلا وقتی که خب اولش درسته که طرف گارد داشته باشه، ولی خب وقتی تو رو بشناسه و بدونه که توی یه چارچوب خاصی داری رفتار میکنی و قرار نیست از اون چارچوب رد شه، به نظر من هیچ اشکالی نداره. جنسیت اصلا که مطرح نیست، فرقی نداره طرف دختر یا پسر. تصور کن توی رابطه ای خب با پارتنرت یه سری اخلاقاش روی مخته، سعی میکنی تغییرشون بدی، سعی در تغییر دادن اون رفتار انجام میدی یا نه کلا خودتو جدا میکنی؟ من تا جایی که جا داشته باشه سعی میکنم که نمیگم تغییر میدم، ولی مثلا اینجوری هم که خب تو میتونی آدم بهتری باشی، پتانسیلت بیشتر از اینه، سعی میکنم به طرف کمک کنم که آدم بهتری باشه، ولی اگه اونقدری آزارم بده که دیگه نتونم تحمل کنم، ترجیح میدم اون رابطه رو ترک کنم، چون آدما رو که نمیتونیم تغییر بدیم مگه اینکه خودشون بخوان. اینو که درست میگه واقعا، یعنی از یه سنی به بعد دیگه شخصیت آدم‌ها رو نمیتونی عوض کنی. حالا با توجه به هر چی، تربیت خانوادگی، محیطی که توش بزرگ شده یا هر چی، اون شخصیت دیگه شکل گرفته. و هر چقدر تو تلاش کنی الکی خودتو داری خسته میکنی. ولی خب یه چیزایی هست که این وسط مثلا ممکنه که برای تو ناخوشایند باشه، خوب نباشه، خب آدم میتونه اونا رو بگه دیگه. مثلا میگه شما مثلا این رفتار رو میکنی من دوست ندارم، شما مثلا اینجوری برخورد میکنی من دوست ندارم. اینا در حد مثلا اینکه گفتن گفتن در میون گذاشتن، ولی من این کارو میکنم، من کلا میگم که از چیزی ناراحت شدی. آره یا مثلا یه چیزی برام خوب نباشه بهش میگم این کارو نکن، چون دوباره ممکنه من ناراحت کنه، بعد دفعه بعدی دوباره این اتفاق پیش بیاد، خوب نیست. خیانت برای شما به چه معنیه؟ به نظر من هر کاری که اگه پارتنرت اونجا بود انجام نمیدادی خیانته. حالا میتونه مدل صحبت کردنت با یه آدم باشه، یا میتونه یه چت باشه، میتونه حالا چیزای بیشتر از این باشه. تقریبا شبیه همین، اینکه آدم بذاره خودش رو جای طرف. حالا حتما خیانت این نیست که شما بخوای بری مثلا با یه جنس مخالفی خیانت کنی یا چیزی. یه جاهایی ممکنه یه خیانت‌های اتفاق بیفته که یه دروغ، یه اکت اشتباه، یه حرف اشتباه، یه برخورد با یه آدمی در ذهن طرف مقابلت به اندازه مثلا اون خیانته تو ذهنش بمونه، میدونی؟ یا اینکه حتی نگفتن یه چیزی ممکنه که خیانت حساب شه، بعد تو دیگه نمیتونی اونو ثابت کنی. مثلا من الان دوست دختر داشته باشم، بعد از یه مدتی بفهمم که اون طرفم یه پیج پرایوت اینستاگرام هم داشته. اوکی؟ حالا اون هر چقدر بیاد به من ثابت کنه که اون تو هیچ اتفاقی نمی افتاده و اصلا این پیج واسه فک فامیل بوده و واسه فلان اینا، دیگه ببین اون تموم شده تو مغز تو، دیگه اون هک شده. حالا دیگه هر چقدر هم طرف اصرار نه به خدا این اینستا اینجوریه یادم رفته. این موضوعی که در مورد خیانت پیش اومد، تا حالا بهتون خیانت شده؟ بله. واقعا؟ بله. داستانش داستانشو میتونی بگی؟ داستانش که خب نگم بهت چی بگم، دلم خونه. به نظرتون بخشش کلن توی این داستان خیانت درسته؟ نه. تو چی من؟ خیر. کلن یعنی اصلا بخشش در کار نیست؟ خیانت نه دیگه، چه بخشیدنی نداره. تو یه بار یه اشتباه عجیب کنی، خیانت کنی، دوباره میکنی دیگه. قپش برات میریزه. آخه میدونی جالب اینجاست که تو جامعه آدم ها فکر میکنن که بیشتر پسران که دارن خیانت میکنن، یعنی همش مثلا تو خیانت پسرا رو غالب میدونن، فکر میکنن مثلا دخترها تو دوستی خیانت نمیکنن، کار بدی نمیکنن،
ولی چرا واقعا این هست، یعنی دخترها هم خیانت میکنن مثل آب خوردن و تو ممکنه که اون لحظه هم نفهمی، یهو اصلا 8 ماه بعد بفهمی که چه اتفاقایی داشته میافتاد. و آره بفهم خواهش میکنم. جونم چی بود؟ این بنده خدا که رد شدم یه نگاهی کرد ببینه ما به هم میام، چون نمیدید چه نگاهی کرد ببینه اوضاع چجوری هست. اگه قرار بودش پارتنرت 24 ساعت جای تو زندگی کنه، به نظرت بعد اون 24 ساعت بازم باهات میموند یا نه کلا کات میکرد رابطتون رو؟ سوال خیلی قشنگی بود، میدونم عالی بود، خفن بود واقعا عزیزم. آره چرا نمونه؟ یعنی که کار اشتباهی از نظر خود انجام نمیدی که؟ نه هیچ وقت. خیلی بورینگ نیست زندگی من. اوکی. و اینکه یه ذرم سالم و فانتوره، بهش بد نمیگذره کلا. چیزی تو مخی براش فکر نمی‌کنم وجود داشته باشه بخواد بیاد 24 ساعت جای من زندگی. چرا؟ فقط یه چیزی هست، هی مجبور بخوره، هی در حال غذا خوردن، هی در حال آشامیدن. آره اینش مشکله و اینا بقیه‌اش فکر نمی‌کنم اذیتش. نه اونش به نظر من هیچ مشکل نداره. جدی؟ هر دوتا شکمویید پس. خب ما تو این بخش از برنامه از بچه‌ها خواستیم که هر سوالی که دوست دارن از طرف مقابل بپرسن و روی کاغذ بنویسن و بعد تو اون شیشه مربایی که واسهشون گذاشتیم بندازن و ما شیشه ها رو با هم دیگه جابجا می‌کنیم. حالا هر کدوم از اونها بعد سوالی که طرف مقابل واسش طرح کرده رو بخونه و حتما به اونا جواب بده. به نظر من چه شکلیم؟ به نظرم مثلا 29 تو این رنج سنی. بعد استایل مثلا کلاسیک مثلا بیسیک، یعنی خیلی شاید رنگ استفاده نشده، رنگ تیره و مثلا رنگای خونسا بیشتر. خب مثلا استایل مردونه زیاد. اینا فکر میکنم اوکی. خب آره اینجوری حس میکنم. اگه الان میتونستی هر جایی باشی دوست داشتی کجا باشی؟ از نظر لوکیشنی؟ هرچی. هرچی یعنی چی؟ خب هر زمان و مکانی. یعنی عقب جلوی زمانی هم هرچی. بری؟ آره هرچی. از نظر زمانی دوست داشتم ترم اول دانشگاه بودم. چرا؟ خیلی دوران بی‌غمی بود. حالا اگه از نظر جغرافیایی بخوای بگی الان کجا بودم، واقعا اگه دلم بخواد الان یه جایی باشم، مالدیو ترم اول دانشگاه؟ جفتش با هم یا جدا جدا؟ نه دیگه الان اگه میخواستم یه جا جغرافیامو عوض کنم میرفتم مالدیو. خوابیده بودم لب ساحل کتاب میخوندم. در هفته چقدر ورزش میکنی؟ الان راستش این که الان رو توضیح و اینا الان یه تایمیه که ورزش خیلی نمی‌کنم به خاطر اینکه خیلی کارم زیاده، ولی خب یه چیزیه که همیشه ورزش روتینم بوده ولی الان نمی‌کنم. الان برنامه‌ام از شنبه بود ولی چون گذشت مثلا از یک شنبه مثلا شنبه معروفه ها. نه ولی کلا ورزش همیشه جزو برنامه زندگیمه الان، ولی چون خیلی کار میکنم مثلا فرصت نمیکنم که ورزش کنم. ولی خطش خیلی باحاله، کیوته. خودم هم کیوته. نوشتنش خیلی کیوت می‌نویسه. خب بدترین عادت هم چیه؟ خطش بامزه است. آره بچه مدرسه یا می‌نویسه. بدترین عادتشو می‌خواست بگم. بدترین عادت هم اینه که خیلی شکموام. بعد میدونی مشکلش چیه؟ اینه که من از یه تایمی به بعد مثلا غذا نخورم یا اخلاقم من همینطوریم، خیلی سگ میشم. بغضی شدی دوباره؟ نه خیلی جدی هر روز از اصلا شکم. قابل تحمل. آره من غذا خوردنم خیلی برام یه عادت خیلی مهمه در طول روز. به نظرت میتونی شریک زندگی آینده تو خوشبخت کنی؟ آره چرا نتونی؟ میتونی. آره پتانسیلش رو خود میبینی؟ آره. از چه نظر؟
ببین بجز مثلا یه سری اخلاقم که خوب نیست حالا از اونو بگذاریم، ولی خب در کل آدمی هم که از خودگذشتگی میکنم تو روابطم و طرف مقابلم رو در نظر میگیرم نظرشو و اینکه تا جایی که میتونم مدارا میکنم، تا جایی که جا داشته باشه تو اون رابطه میمونم دیگه. خوشگلم، آشپزیم خوبه، دیگه چی بگم؟ چی؟ بگو. آشپزیم خیلی خوبه. اون امتیاز رو بیارید من بدم. آشپزیم خیلی خوبه، من ادعا میشم. جدی میگی؟ ادعا میشم. چی بلدی درست کنی؟ غذا ایرانی که همه چی بلدم. عالی شد. قیمه‌مو هر کی بخوره دیگه واقعا بهترین قیمه‌ای که میتونی بخوری. چه خوب شد اینو گفتی. انشالله دیت تو قیمه. تو چی؟ چی؟ به نظره من نمیتونم کسی رو خوشبخت کنم ولی میتونم بهش کمک کنم که خوشبخت شه. اوکی. از اونجایی که هر دوتاشون ادعاشون شد که واقعا میتونن خوشبخت کنن شریک زندگی آیندهشون رو، میخوام به دوست صمیمیشون زنگ بزنن و یه نصیحت کنن شریک زندگی آیندهشون رو. مثلا بگن که شوهر آینده‌مو نصیحت کن یا مثلا زن آینده‌مو نصیحت کن اگه بخوای چی بهش بگی. گفتم این دوستم زیاد با گوشی رابطه خوبی نداره. سلام خوشگله. سلام عزیزم، چطوری؟ خوبی؟ بلایند دیت چطور بود؟ عزیزم میخواستم در همین رابطه یه سوالی ازت بپرسم. جانم. اگه تو بخوای پارتنر آینده‌مو یه نصیحت کنی راجع به من، بهش چی میگی؟ بذار در فکر کنم. اعصابشو خورد نکن که بعد به سرت میاد. جدی؟ آره خیلی. خطیف. مرسی، خدافظ. اسپیکر. الو. سلام علیکم. چکرم. خواب بودی؟ نه. آقا ما داریم ضبط میکنیم یه برنامه ای رو. خب بعد شما باید به عنوان دوست من بگی که اگر میخواستی یه نصیحتی به چه سوالای اونم از تو، اگر میخواستی که دوست پارتنر آینده منو یه نصیحتی بکنی چه نصیحتی میکردی؟ انتخاب نکن. نه بعد به اون یه چیزی بگی در ارتباط با من، نه که من یه چیزی. من نمیدونم چه نصیحتی بکنم. آقا اخلاقای من چیه؟ اخلاقای من چیه؟ مثلا اون طرف باید چه چیزی رو رعایت کنه، چی کار بکنه، چی کار نکنه؟ نمیدونم چه خبر بکنم. آقا اشتباه کردی مثلا به شما زنگ زدیم ها؟ آقا شما برنده یه 207 شدی، شمارت هم دست در نکنه، میدیم حالا با هم هماهنگ کنم بیان بهت بدم. دست شما در نکنه با این کمک کردن تو راهنمایی کردن، خیلی ممنونم. برو بخواب شما. مرسی. یه چیزی من میشه بپرسم؟ فرست دیتو کی بعد حساب کنه؟ کلا فرست دیت و سکند دیت و آخری دیت در اول پسر حساب بکنی. نه که حالا یه چیزی باشه، نه، ولی کلا من شخصیتی ترجیح همینه که مثلا قرار رستوران این ور اون ور جایه من دست کنم تو جیبم. خیلی دوستم طرف مقابلم که یه خانومه بخواد دست کنه غذای منو حساب کنه یا غذای جفتمون حساب کنه، من دوست ندارم. موافق. میتونی جاش غذا درست کنه بده ما بخوریم. به نظر من هر کسی که درخواست اون دیت اولو میده باید حساب کنه. اگه دختره میده خودش باید حساب کنه. حالا یعنی لطف شما یه بستنی میتونی درخواست بدی. نه اگه دادم دیگه، اگه من که نمیدم، ولی حالا اگه هر کسی که داد، آره هر کی که داد خودش حساب میکنه. و خانم بعدش میاد چی میگفت آهنگه؟ تایپ ظاهری مورد علاقتون. تایپ سی. خوب بلدی بخندونی ها، جایتون حواسم هست. تایپ سی. ببین من کلا آدم نچرال خیلی دوست دارم، این دختر نچرال دوست دارم، دختر عملی و اینی که با خودش عملیات انجام داده باشه و نمیدونم تزریق و جراحی و فلان و اینا خیلی دوست ندارم. و اینکه خب اینکه به بدنش هم اهمیت بده، ورزش کنه
اینا مهمه. یعنی یک نچرال بودن و ساده بودنشه، دو اینکه واقعا آره بدنش سلامتش هم. آفرین آف کورس. بعد چیزایی که من آخه حد زدم الان بخوام بگم تایپم مخالف چیزایی که حد زدم. مثلا تتو پیرسینگ و اینا خوشم میاد. کلا مثلا استایل ساده خوشم میاد ولی کسایی که از اکسسوری استفاده میکنن خوشم میاد. کسایی که استایل شخصی دارن مثلا که حالا لزوما پیرو مد نباشه، چیزی که به تو میاد، این چیزی که خودت واسه خودت شخصی سازی میکنی، حالا ترند چیه و اینا زیاد برام مهم نیست. الان 2 برگه میاریم براتون و شما باید تا الان تصور ظاهری که نسبت به طرف مقابلتون داشتید و توی برگه نقاشی کنید. نقاشیتون خوبه یا نه؟ فاجعه. آره بفهم. چی بکشیم؟ چای کردم آقا. نگاه میکنم. یک دقیقه وقت دارید. 3 2 1. بابا چرا سختش میکنی؟ چی تو یه دقیقه؟ ما چی بکشیم الان تو یه دقیقه؟ همین میتونستی سرشو بکشی. چی؟ سرشو میتونستی بکشی همین. چی میفهمی ازش؟ چی؟ موهاشو، گوششو، ابرو، چشم. دیگه یه چیز کلی کشیدم، یه چیز خیلی آقا من فینیش. دوستان جابجا کردم تخت شاسیا رو و هنوز خودشون ندیدن که چی برای همدیگه کشیدن، چه تصوری از همدیگه دارن. خب 1 2 3 که گفتم برمیگردید تخت شاسیا رو و نگاه میکنید چی برای همدیگه کشیدید. 1 2 3. چیه آخه؟ این بیشتر یه کاریکاتوره. من کامیون من جالبه که هیچی هم دماغ ندارم دیگه، دهن ندارم. فقط این به نحوه رانندگیم اشاره داره. رسیدیم به بخش جذاب نمره دادن از روی شخصیت. از 1 تا 10 به شخصیتی که تا الان سوژه مقابلتون داشته باهاتون صحبت میکرده نمره میدید. 1 2 3. اوکیه. خب بفرمایید شما بگید. چرا تا الان همه رو شما گفتید؟ اول بدونم. 8 تا 75 صدم. اوه مرسی. تشکر. چرا؟ ببین بالاخره به لحاظ شخصیتی آدم قابل احترامی هستی، فکر میکنم دختر خوبی هستی، دختر کاری هستی، برای زندگی احترام قائلی، تلاش میکنی، بعد آدم خیلی کوته فکر و سطحی نگری نیستی، اینا همش خوبه دیگه. یعنی به لحاظ شخصیتی برای خود تو به نظرم شخصیت خوبی داری، آدم مفیدی هستی، آدم مناسبی هستی. مرسی. باشه. من 7 دادم. خب چرا؟ بد نیست، 7 خیلی نمره خوبیه. نمیدونم نمیدونم بده، گفتم چطور؟ آخه من حس می‌کنم که مثلا در حد برخورد اول 7 ممکنه که آدم‌ها رو بشناسی بیشتر شه دیگه. تو برخورد اول همینقدر تونستم بشناسم. اوکی. آره. یه سوال میپرسم و این پرده‌ای که وسطتون رو کلا برمی‌داریم و همدیگه رو می‌بینید. به عشق تو نگاه اول اعتقاد دارید؟ بله. اعتقاد دارید؟ بله. به چی مرام؟ عشق تو نگاه اول یه نفر رو ببینی همون نگاه اول عاشقش بشی. یه دل نه 100 دل. یه دل نه 100 دل. آره شاید. آره شاید. شاید. یک 2 3. سلام. سلام خوبی؟ خوشبختم. ممنونم. تانک یو. ولی واقعا نمیتونستم قیافش حس بزنم از اون صداش. جدی؟ گوگلی تر بود از گفتم صداش. گوگلیه. ای وای. گوگلی دی. خب
دوباره ما چشامون رو ببندیم نه حالا. وایسا. سن هم حدس بزنید ببینم. اول از همه ستاره سنش رو حدس بزن. همون 29 که گفتم. چند؟ 29. 75. 6. 76. 76. تو 68. آقا ایشون متولد 76 هم من متولد 68. 33 و 26. الان ازتون میخوام یه امتیازدهی کلی انجام بدید، هم ظاهری هم شخصیتی. چشما همه هیجان انگیزه. 1 2 3. ای وای، نشون بدید به هم دیگه. چه عدد مشترکی میشه ببینم؟ نه نمیشه. 8. هر دوتاتون با هم دیگه 8 دارید. دلیلتون برای امتیازی که دادید چی بوده؟ نظر شخصیه دیگه، یعنی سلیقه‌ای نیست، یه چیز کلیه. اخلاقی که گفتم یه آدم اوکیه، کاریه، با حال سر حال خوب بود و اینکه ظاهری هم خب یه دختر با حال گوگوله. حس میکنم که لایف استایل دارن، یعنی برنامه‌ریزی دارن تو زندگی. این به نظر من چیز خوبیه. دوست دارم من خودم همیشه لایف استایل داشته باشم، برنامه‌ریزی داشته باشم واسه زندگیم و حس میکنم که ایشون دارن تو زندگیشون. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. من اینکه کار میکنه خیلی خوبه، یعنی انقدر سفت و انقدر پرتلاش داره کار میکنه خیلی خوبه و اینکه آشپزیش هم میگه خوبه. اینم رسیدیم به آخر ویدیو و این سوال خیلی سوال مهمیه. وقتی ازتون پرسیدم با لایک و دیسلایک جواب بدید. حاضرید با هم قرار دوم یا همون دیت دوم داشته باشید یا نه؟ چجوری باید بگیریم که؟ سریع باید نشون بدیم؟ خب اوکی. خب آقا به آخر ویدیو رسیدیم. مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. اگه میخواید پارت 4 از ویدیو دیت ناشناس داشته باشیم تو کامنت ها بهم بگید. خدا نگهدار. دست بزنید.